صبح امروز تقریبا ساعت 3:15 دقیقه در مهمانخانه شرق در سیخ‌های دوزندگی سوختار به عمل آمده است و برای خاموش کردن این سوختار 10 نقلیات مخصوص آتش نشانی بجز از شهر خوجند از تمام شهر و ناحیه‌های ولایت به کمک آمدند. خوشبختانه تلفات جانی نیست. سبب، عامل و خسارات این سوختار را معین کرده ایستادند. در مرکز سودای جمعیتی دارای مسئولیتش محدود شرق سوختار سر زد. آن صبح امروز ساعت 3:10 دقیقه به قید گرفته شد. طبق معلومات‌های فوری و پیشکی حادثه ناخوشی سوختار از حاجتخانه آغاز گردیده تا به آشیانه دوم برآمده است. اساساً سیخ‌های دوزندگی آسیب جدی دیدند. ناظران خدمات دولتی به خطر از سوختار میگویند که مساحت عمومی آن 75 متر مربع را فرا گرفته است. به جای حادثه سرآول نقلیات ها روانه کرده شدند. بعد چند دقیقه از دیگر شهر و ناحیه ها نیز نقلیات های آتش نشانی جلب کرده شدند با هیئت شخصی. تقریبا در مدت 30 دقیقه آتش پورا خاموش کرده شد. ضرر سوختار سببگاری سوختار معین کرده می شود. این زمان تحقیق ادامه دارد. هنگامی به جای حادثه حاضر شدند. مساحت سرزدنی سوختار تقریبا 70-75 متر کواردراتی بود. خوشبختانه در عملهایی که ما در وقتش رسیده آمده نقلیات ها و کاربری هیئت شخصی امکانیت و ما داد که سوختار پهن نگردد به دیگر مرکزها و بازارهای در گرد و اطراف جمعیت مذکور در وقتش خاموش کرده شد. برای سریع خاموش نمودن علنگه آتش 10 نقلیات مخصوص آتش نشانی با هیئت راهبری کننده از شهر و ناحیه‌های خوجند، بستان، گلستان، باباجان غفورов، سپیتامین و جبار رسولov حاضر شدند. آتش نشانان میگن پس از حاضر شدن به جای حادثه در 5 دقیقه سوختار احاطه شده، پس از 30 دقیقه پر را خاموش کرده شد. روی از نظر گذرانی در آنجا نه فقط دکان دوزندگی بلکه دیگر حجره‌های خواجگی اینچنین نیز وجود داشت. این زمان 17 عدد دکان ها در حدود جمعیت مذکور قرار داشتند. سوخته ضرر دیدند. حالا گروه کاری قسمی مستقل 23 حربی کننده شده خدمات دولتی آتش نشانی در شهر خوجند سبب، عامل و گناهکار حادثه را معین میکنند و تحقیق آن ادامه دارد. گزارش مفنوشکور و نسیم رحیمов و نعیم جان ایوبов برای برنامه اطلاعاتی خبر.